هر یک حافظ، هر یک نوازنده، هر یک آهنگساز میخواهد شهرتمند شود. از من این گونه نیست. صنعت اصلا برای من یک واسطه است که در آن من آرامش مییابم و آن همه خستگی های خود را برطرف می نمایم. آمدم از ترانه ها تا که تو را صدا کنم، حرفی تو را به لب برم، نامی تو را نوا کنم. شرشره های شوق را آب دهم زیکا کلت، آب شوم روان شوم، آبی تو را بقا کنم. اصلا که در عائله نسبت به صنعت من هیچ ضدیت نیست، ولی میدونم رقابت هست، چون که برادری کلانی من ختم کرده رشته فاکولته صنعت میباشند. دستگیری ها زیاد، بیشتر پدرم روحیه میدن، بیشتر مادرم و بعضا چاره‌بینی های خودی خانواده در دایره خودی پدر و مادر سرودخوانی میکنیم. من از صنعت همین قدر انتظاری دارم که یک واسطه هست که من خودم رو در اون آرام مییابم و من هیچ وقت پسی شهرتمند شدن، پسی دریافت آبرو و اعتبار نمیکوشم. کوشش به خرج میدیم که در آینده سرودهای بهترین خودم رو به مخلصان و هوادارانی که دوستدار صنعتم بودن پیشکش کرده باشم. زندگی زیباست و در مسیر این زیبایی ها جوانی ها نیز ناتکرار و زیباست و یکی از سروده هایی که من پیوسته آن را مشق کردم و ثبت کردم این سرود جوانی بود که مرا بیشتر و روحیه میدهد به جوان دوستی خودم، به سن و سال خودم و بیشتر به محبت واقعی انسانیت. ایامی جوانی خوش عالمی زیباست، قیمت زی جهان و هم ثروت دنیاست. سیری چمنی عشق بوده از غنیمت، سیری چمنی عشق بوده از غنیمت. با یاری شکرلب زیبا و دلارام، با یاری شکرلب زیبا و دلارام.